سلام دوستان، به کانال نکتاب خوش آمدید. ما دائما از پول استفاده میبریم، اما یگان بار فکر کرده که این پول چگونه تولید می شود؟ دلار را چه خیلی چاپ میکنند، پول یورو را چه خیلی تولید میکنند و آنها چه سر و اسراری دارند که کسی دیگر آن را تولید کرده نمیتواند. در این برنامه ما با تولید پولهای جهانی آشنا میشویم و اینکه آنها چگونه تولید شده به بازار میآیند. اینچنین با کشوری آشنا میشویم که مردمش در دیوالها از پول به جای ابا استفاده میبرند و اینچنین کشوری که همه مردمش تریلیونر هستند. پس تا آخر برنامه با ما باشید و لایک ماندن را فراموش نکنید. برنامه را با پول دلار آغاز میکنیم. دلار یکی از پولهای مهمترین جهان به حساب می رود. باوری دارم که هر یک شما اقلاً یک بار پول دلار را به دست گرفته اید. پولی که رسمی رئیس جمهور پیشینه آمریکا و تمامی سیاستمداران آن را در خود نگاه می دارد. اکثریت ما برای خریدن در درون کشور یا که در کشورهای دیگر از پول دلار استفاده می بریم. حالا با موضوع مهم توجه کنید. درازای عمر پول کاغذی دلار 22 ماه یعنی کمتر از 2 سال است. حالا میفهمیم که معروفترین واحد پول جهان یعنی دلار تولید می شود. نقش کشیدن و چاپ کردن پول دلار را وزارت خزانه‌داری آمریکا نظارت می کند. مرکز چاپ واحد دلار در واشنگتن قرار دارد و کلانترین مرکز چاپ در آمریکا است که سال 1862 بنیانگذاری شد. تولید دلار اول با نقش کشیدن در روی صحیفه های فولادی آغاز می شود. برای این کار کارگرانی با مهارت و با استعداد را به کار می گیرند. این کار به نهایت مهم بوده، برای به انجام رسانیدن آن زحمت زیاد لازم است، چون که سطح محافظت دلار به نقش کشیده شده آن رابطه برابر دارد. بعد از آن که نقش کشیدن آن تمام شد، کاغذهای مخصوصی را تیار می‌کنند. کاغذهایی که 75% آن را پخته و 25% آن را کتان تشکیل می‌دهد و بر روی این دلار را چاپ می‌کنند. در تولید پول دلار سطح داخلی را استفاده می‌برند که دیگر آدمان توانی چاپ کردن آن را ندارند. دولت آمریکا هر 7 یا 10 سال نقش روی دلار را تغییر می‌دهد. این تغییرات عبارتند از کلان یا میده کردن رسم‌های بالای آن و استفاده از رنگ‌های گوناگون که همه این یکجایی شده چاپ کردن پول دلار را قیمت‌تر می‌کنند. اینچنین در روی این پول از رنگ سیاه استفاده میبرند که خاصیت آهنربایی دارد. تصویر سیاستمداران آمریکا و حرفهای نوشته شده در پشت دلار با رنگ سبز چاپ میشوند که این هم خاصیت آهنربایی دارد. پس از آنکه رنگها خشک میشوند، مرحله بعدی یعنی مرحله اسکنیروفکا سر میشود. در این مرحله پولها را زیر نظر میگیرند تا یگان خطاگی در آنها روی نداده باشد. بعد از آن در روی این ورقها عددها و رقمهای ذخیره‌های فدرالی را ثبت می‌کنند و در مرحله بعدی این پولها را حساب کرده بسته‌بندی می‌کنند و به ذخیره‌های فدرالی آمریکا انتقال می‌دهند. بعد از آن به بانک‌های آمریکا و بانک‌های سراسر جهان فرستاده می‌شوند. اگرچه دلار در تمام کشورها استفاده می شود، اما در اروپا شما باید یورو داشته باشید. پول یورو نه تنها زیبایی خاصی دارد، اینچنین ارزشش نیز بلند است. مثلا وقتی شما پول یورو را به دست بگیرید، به آسانی میفهمید که این پول را برای کدامی از کشورهای اتحادیه اروپا ساختند. در وقت چاپ پول برای هر کشور این اتحادیه در کنار رقم‌های پول حرف مخصوصی را در نظر می‌گیرند. مثلا برای آلمان حرف S، برای اسپانیا حرف V و برای اتریش حرف N را در نظر گرفتند. پولهای یورو تحت نظارت بانک‌های مرکزی اروپا به چاپ می‌رسند. برای ساختن پول یورو از کاغذهای پختگی استفاده می‌برند که تقلید کردن آن قیمت‌تر و عمر آن درازتر است. وقتی شما پول یورو را به دست می‌گیرید، با آسانی آن را از کاغذ عادی فرق می‌کنید. تصویرهای اساسی روی این پول بر اساس متالگرافی تیار می شوند. اینچنین رقم‌های چاپ شده برای این پول با راه متالگرافی و دورنگه چاپ می شوند. در قسمت مرکزی این پول خط موجود است که با آسانی آن را دیده نمی شود. اما اگر از زاویه مخصوص با آن نگاه کنید، یک خط تاریک با رقم‌های روشن را می بینید. این کار سبب شده است که پول یورو یکی از بقوترین پول‌های جهان به حساب رود و کسی توانی ساختن آن را نداشته باشد. بعضی‌ها فکر می‌کنند که پوند انگلیا با ارزش‌ترین پول جهان است، اما چنین نیست. دینار کویت یکی از با ارزش‌ترین پول‌های جهان است که نرخ آن 2.5 برابر پوند انگلیا است.
اما پوند انگلیا هم پول با ارزش است که طرز چاپی آن با چاپ دلار و یورو مانندی دارد. از جمله رسم‌هایی که در بالای آن می‌کشند، رقم‌هایی که می‌نویسند و کاغذهایی که برای آن استفاده می‌برند. و مثل یورو و دلار وقتی پوند را چاپ می‌کنند، آن را تحت نظر می‌گیرند تا خطاگی در آن روی نداده باشد. اما جالب است بدانید که پوند را فقط از کاغذ تولید نمی‌کنند. چند سال پیش دولت انگلیا راهی جالبی را پیش گرفت. حالا می توانیم پول‌های 5, 20 و 50 پوندی را ببینیم که از پلیمر ساخته شده‌اند. سببش هم معلوم است. پول‌های پلیمری از پول‌های کاغذی 2.5 برابر بقوت‌تر هستند. پول‌های ساخته شده از پلیمر فقط در حرارت 120 درجه سانتیگراد آب می‌شوند. اینچنین آنها در برابر نمی و در برابر آب مستحکمی زیادی دارند. از همه مهمتر کپی کردن و یا چاپ غیر قانونی آن غیر امکان خواهد بود. آیا می‌دانستید که پوند یکی از واحدهای پولی است که نامش را از گذشته‌های دور حفظ کرده است؟ تاریخ‌شناسان می‌گویند که نام پوند یکمین بار در قرن 12 میلادی استفاده می‌شد. در آن زمان پول‌های انگلیا از نقره تازه ساخته می‌شدند. پس از پوند انگلیا، پول‌های روسی جای دوم را می‌گیرند. آنها نام خود را از صدها سال پیش تا حال حفظ کردند. با آنکه روبل روسیه توسط بانک مرکزی آن اداره می‌شود، اما این پول‌ها توسط اداره استاندارد دولتی به چاپ می‌رسند. ورق‌های استفاده شده در چاپ پول‌های روسی نیز غیر عادی هستند. این پول‌ها از ترکیب کتان و پلیمر ساخته شده‌اند. این ماده‌ها در برابر نمی و تری کیفیت خوبی دارند. بعد از آنکه این ورق‌ها برای چاپ کردن تیار شدند، رنگ‌آمیزی می‌شوند. در این مرحله مشخصه‌های از پیش تیار شده برای آنها علاوه کرده می‌شود. و در مرحله بعدی این ورق‌ها را به قسم‌های کوچکتری تقسیم کرده، بعد آنها را به بانک مرکزی و دیگر شهرهای روسیه انتقال می‌دهند. حالا وقتش رسیده است که درباره تنگه‌ها معلومات گیریم. همه شما تنگه ها را به دست گرفته اید، اما آیا در مورد قیمت ترین تنگه دنیا معلومات دارید؟ تنگه یادبود 2 عقاب یکی از قیمت ترین تنگه ها در دنیا به حساب می رود. این تنگه در زمان گذشته یک 20 دلار بوده است، اما عین حال میلیون ها دلار ارزش دارد. سبب اینقدر با ارزش شدن این تنگه ها این است که مقداری خیلی کمی از آن در دست مردم باقی مانده است. این تنگه ها در سالهای 1849 تا 1933 تولید می شدند. حالا داشتن یک تنگه از این تنگه ها می تواند که آدم را میلیونر کند. در اول ویدیو یادآوری کردم که عمر پول دلاری کاغذی 22 ماه است. در اصل هر پول کاغذی دیگری در این دنیا همین قدر عمر دارد. پول‌های کاغذی عمری درازی ندارند و آنها بین 30 تا 50 هزار آدم دست به دست می شوند و بعد از آن کاملا از بین می روند. بعد از آن این پول‌ها را چیکار می کنند؟ این پول‌ها در کارگاه‌های مخصوص از بین برده می شوند. بانک فدرالی نیویورک هر روزه بیش از 35 میلیون دلار را از بین می برد. همه شما بلند شدن کورس پول‌ها را دیده اید و شنیده اید و بیشتر مردم از این شکایت دارند. اما اگر شرایط امروزه خودمان را با گذشته مقایسه کنیم، پس شرایط ما بهتر خواهد بود. مثلا در جنگ جهانی یکم آلمان با شرایطی خیلی سخت روبرو شد. جنگ جهانی اقتصاد آلمان را زیر خاک برد. بلند شدن قرب اسعار در یک ماه به میلیون می رسید. واحد پولی آلمان چنان به ارزش شده بود که شهروندان به جای ابای کردن دیوار از پول استفاده می‌کردند، چون که استفاده کردن از پول ارزانتر از خریدن ابای بود. اما بلند شدن قرب اسعار در کشور زیمبابوه خیلی بدتر از آلمان بوده است. تا همین چند سال پیش مردم این کشور همه‌شان تریلیونر بودند. اما سال 2008 و 2009 بلند شدن قرب اسعار در این کشور به 230 میلیون در یک سال می رسید. یعنی ارزش یک ماشین عادی در این کشور به 100 میلیارد دلار زیمبابوه برابر شد. در این کشور حتی پول با نرخ 100 تریلیون دلار را به چاپ رسانده بودند. به شک دیدن پول‌ها با رقم‌های بلند برای مردم این کشور آسان‌تر از مردم کشورهای دیگر خواهد بود. تشکر که تا آخر ویدیو با ما بودید. برای بخبر نماندن از ویدیوهای نوبتی ما به کانال abone شوید.